اینا برادرو چیستا آشی مندی شباتی تاجیکی بله میگوی خالای قمری کده گه ایران برچه که مایده اختی میکنم جنون میشه بولو بر اینا باشه نه اینا برادرو چیستا آشی مندی همین خیال سکا بله بله اینا باور که مردمی تاجیک در آن میشه بسیار مردمی نغزن که مهمان نوازن ما رو دعوت کردن اومدیم آشی مندی میخوریم یکا ماندیشون امی رقم یک ایده دوستان عزیز ایران برچه که مایده اختی میکنم جنون میشه انا که دوستان عزیز ایران اوشی یمنی ماندی میگن اینی چاپوتیشون های اکی چاپوتی خود موندنه میرویا نکی همه چی رای خود روی خمون گرفته گیم مرده گوریده شباتی تاجیکی بله میگوی خالای قمری کده گه برادران عزیز از چند نفر پرسیدم گفتن که از همه خوراک دوست نداشتنی مردم عرب همین نمودی طعام بوده یعنی که آشی مندی ها اکا بله یعنی در جای خمون پیش ای اوش بولیون میارن ایجاد بولیونشون این هم خریب داری نگاه کنیشون ننگی چیچیویتسا مرجمک ترکی ایشه بودرینگ میگن جای ما ده مصطفی جان کدی گوشت مایده که این برادر ما مصطفی نام داره بسیار بچه که خوبه باور کنید طولی 3 روزه 4 روزه ما رو تمام جو میبرن مهمانداری میکنن غیر این مصطفی با چندین برادرای توجیک ما رو چند روزه مهمانداری داره سلامت باشه زنده باشه بسیار اوشی بولازا بومازا بله نه اوش نغز اکیسادی روسی گپ مده او که معقول نشید چرا گوره مده اوش خودمون معقوله حقیقتا رقم یکی بله. در دنیا رقم یکی شکر هزاران بار شکر خوردم نگم اوشی تاجیکی بو بهترینه ها کساده نکه احسن آفرین به مردم شرفمند تاجیکستان بله. که در تمام کره زمین کار و فعالیت میکنن که امروز ما را قریب یک 3-4-5 روز شد که مهمانداری میکنن ایجا فایرو میکنن اوجا فایرو میکنن بازار و ایس و مغازینا و احسن آفرین الان خیلی ما باید دوست و برادر باشیم در کجایی نباشیم که یکدیگر را دستگیری کنیم دست یکدیگر رو بگیریم بله باور کنیم ما یک کرتا که گوش تمام پیدا شد بله وقتی طول 3 روزه در میجایم تمام جا بردن وقت مردم تاجیک بهترینن مهمان نوازن صنعت دوستن دوست می‌داریم یک دیگر همین خاصه که بله نگفتن امانت بهترین سخن است که ما هر بار در همه جا میگیم تاجیکستان با پیش با شما بلیط های ارزان لازم باشد با واتساپ اویاکاس شاهنازه زنگ بزنید بلیط های ارزان و باورین